این چارت اونس جهانیه و این روزا هم که طلا تو ایران خیلی پر سر صدا شده. میخوایم چارتش رو بررسی کنیم. تایم فریم 4 ساعته. ببینیم توی اونس جهانی معمولا برای یه حرکت شدید صعودی یه تراکمی میسازه. خب این همیشه این شکلی بوده. حالا تو تایم فریم پایین‌تر یه تراکم میسازه میره بالا، یه تراکم میسازه میره بالا. اینجا هم ببینید، اینجا هم کاملا مشخصه. یه تراکم میسازه میره بالا و اینجا هم که سقف تاریخیشو زده. اینجا هم اگر دقت کنید یه تراکم ساخته. البته تو تایم فریم های مختلف این تراکم هست و میره بالا میره بالا. اینجا هم یه تراکم ساخته میره بالا. این همینجور حالا این الگوی مثلث رو هم در واقع تشکیل میده و اینجا از این مثلث خارج میشه. الان که امروز که شنبه است و بازار هم تعطیله و ملاحظه میکنید که یه تراکم اینجا زده و این مثلث رو شکونده. حالا اینجا با توجه به اخباری که دیشب اومده تو تایم فریم پایین‌تر مشخصه هنوز این مقاومت قبلی خودش رو که حدود 4240 هست هنوز نشکسته. ببینید شکست کامل نشده. توی تایم فریم پایین‌تر شاید شکست دیده بشه، ولی ملاک و معیار ما توی مخصوصا اونس جهانی تایم فریم بالاتره. ما 4 ساعته هم جزء تایم فریم های کوتاه مدت حساب میشه و تراکمی که شکل گرفته برای صعود رفته بالا. حالا ببینیم دوشنبه که پس فردا بشه و بازگشایی بازار، ببینیم واکنشش به این قسمت چیه که میتونه آیا خودش رو مجدد بالا ببره و این مقاومت رو بشکنه یا نه.